خب شما چرا نمیخواین که اینجا بینای ساختمانی شود؟ چی مشکل میشد اگر بینای ساختمانی شود؟ کدام کجا دا بازی کنه برادر؟ کدام بازی کنه کجا دا؟ 6 تروبه کانالیزاسیون او میگذره. 6 تروبه او همین زیر همین بینو کتی. بیا بریم نشون بدیم برادر، من خیلی دروغ نگم نمی. اونم جای جمعیتی که اول مسجد بود جای جمعیتی شد. جمعیتی ای 2015 در جای جمعیتی شما چی معرکه ها میگذروندین؟ مرگ مرده توی همسایه ولی همون هم میگیرن. بعد در کجا میشه جای جمعیتی شما؟ هیچ جا میگردم. نه من نمیتونم کشتا با اجازه میخوام یک بار پیش کامera صحبت کنیم بخشش با اجازه. برای که روزنامه‌نگار به کامera دیگه روزنامه‌نگار نیست با اجازه. بله. خوب گوش میکنم نباشم. جای موسره، جای میدان چمونه. جای موسرتون ها؟ این دگدان خونه تون چی میشه با؟ من نمیدونم دگدان خونه چی میشه. ما در کجا پرتوگاهمون میفریم. پرتوگاه و جای نانپزیتون هم از بین میره. جان برای چی نگفته کانالیزاسیون رو وایران کرده؟ برای چی نگفته؟ دیگه مودم مراجعت نکردیم ما همه آدم نگفتیم اخیر نشه. با شما صاحبکار دم مراجعت نکردید، شما نزد ما بیایید. ما چهارا میاندیشیم نسبت صاحبکار. همین نقطه پرتو از بین میره اگر بسازن؟ او این نقطه مایده کس برای چند اویل خدمت میکنه این نقطه پرتوگاه؟ برای 500 نفر آدم اهالی. برای 500 نفر اهالی؟ زیاد 500 نفر اهالی به جای پرتو میمونن؟ به جای پرتو میمونن. بیننده‌های عزیز برای دیدن ادامه بحث و بررسی های ساکنان شهر وحدت با نماینده های حکومت یا نماینده های شرکت ساختمانی شما کمی دیگر تنفس کنین با اجازه و آنهایی که میخواهند جای کاری دائمی داشته باشند در کشورهای اروپایی میتوانید با دوستای ما شریکای ما با نام آینده درخشان شرکت آینده درخشان که از طرف تاجیک بچه‌ها در کشور ترکیه برقرار شده است اونجا میتونید مراجعت کنید و بچه‌ها میتونن برای شما شرایط کار بفهمونن. شما میتونید در وقت ساعت کاری که با ساعت کاری ترکیه موافق میاد با رقم هایی که من در افیسان میگذارم بنویسید یا با سراغ که اونجا هست نوشته کنید و بچه ها برای شما شرایط فراهم میکنن که شما تا گرفتن ویزای کاری با کشورهای اروپایی در ترکیه جای کار بیابید یا در ترکیه ثبت نام اقامت شوید و همزمان برای کار موافق برای شما یافتن در کشورهای اروپایی مساعدت میکنن که مزد معاش شما را قانع کننده از جای کاری بعدیتون پیشنهاد میشود. خب کدام نمود خدمت رسانی ها به دوش شرکت آینده درخشان است یا کدام نمود جمع آوری حجت و خدمت رسانی به دوش شما باید باشد در سامانه شرکت آینده درخشان هست و بچه‌ها باز در وقت و ساعت کاری آماده‌اند که به همه سوال‌های شما جواب دهند. حتما در جای شرحی بیشتر از خدمت رسانی شرکت آینده درخشان در ترکیه برای گرفتن ویزای کاری در کشورهای اروپایی استفاده برید. ادامه ویدیو را می‌بینیم که ساکنان یک محله در شهر وحدت به چه خلاصه آمدند با نماینده‌های مقامات. درود بیننده عزیز، امیدوارم خوب و خوش و سلامت هستید و ماه شریف رمضان مبارک باشد. ما قرار داریم در شهر وحدت کوچه خراسان 6 و ساکنای بینای خراسان 6 و 4 شهر وحدت با ما چند روز پیشتر توسط شبکه شما و زنگ‌های تلفنی مراجعت کردن و خواهش کردن که برای بررسی یک مسئله به نزد بینای آنها حاضر شویم، چون بحث دارن با یک شرکت ساختمانی که میخواد میدانچه کودکانه آنها را بگیرند و در آنجا بینای ساختمانی بنیاد کنند. ولی یک بار از نزدیک با ساکنان خانه خراسان 6 شهر وحدت و خراسان 4 هم صحبت میشویم. سلام علیکم همه کسا. سلام علیکم. خانه خراسان 4 6 از شما. دلیر اومدی روزنامه‌نگار شما دعوت کردین. میتونیم کوتاه یک بار 3 4 کس فهموند که چی مسئله و چی پروبلم داره در نزد بینوتون؟ این همین مسئله و پروبلممون همه برادر کی؟ خب این در هر یک پدیز 21 کودکی ای. آها چند پدیز است در جمع؟ جمع 6 پدیز داره. 6 پدیز در دو بینو یا که در یک بینو؟ در دو بینو. خب در یک بینوش 4 پدیز در یک بینوش 2 پدیز ده. این همینجا در هر یک پدیزش 21 22 کودکی ای. خب لیکن جای بازی ندارم. و اینا داره که جای بازی کی بس است؟ کی جای بازی؟ کی محکم کرد از جای بازی کودکان؟ میری شهر
با فرمانی امو رئیس حکومت رئیس شهر وحدت خیلی کیای نباشه اگر وای اجازت ندید کی محکمه میکنه اینجا شرکت ساختمانی اومده است کدام شرکت ساختمانی است شرکتش نمیدونم صاحبی امو شرکتش کامرانی وایسیدی نه شما با نماینده شرکت اگه بار صحبت کردین هر روز هر باری اومده من قطعی گاو زدم چی میگه برای چی من میسازم میگم قراری ساختمان دارد نمیدونم داره نداره یا پروژه 12 اتاژه را چند باری اومده مرا نشون داده امضا و مهر رئیس شهر شما دیدین در هم قرار نه فقط اینمی سویدنای بوماگای 12 اتاژه را مرا نشون داده نه لایحه نه قرار نه نشون نداده نه قرار نه هیچ یا پروژه نشون داده تمام خب شما چرا نمیخواین که اینجا بینای ساختمانی شود چه مشکل میشد اگر بینای ساختمانی شود کدام کجا دا بازی کنه برادر گوداکم بازی کنه کجا دا 6 تروبه کانالیزاسیون او میگذره 6 تروبه او همین زیر همین بینو کتی بیا بریم نشون بدیم برادر من خیلی دروغ نقص نمیبینم اینجا بیرو شما چند سال شد در این محله زندگی میکنید 42 سال شد 42 سال شد 55 سال در دولت کار کردگیم به حیث محمدویا بعد با همین ساکنای بینای 6 و 4 که اینا جمع شدن یکم بار به رئیس شهر مراجعت کردین من میگم که من یک حیات سر کار ندارم نمیرفتم این مینا برای انم خیلی محکم کردگشون روزی شنبه من رفته بودم شنبه گذشته اینا با پگا با میرم خب چی گفتن رئیس شهر نوی که در وحدت آمده است گفتن که ها اجرا میکنیم سخن گپ نیست گفتن اینا خیلی مرا جواب دادن اینا یه هفته باز من نگاه دارم هیچ کن نیومده اینا پگا شنبه ده با میرم رئیس نو آمدگی است از این قرار از این ساختمان خبر داشته است یا نه ایشان نمیدونم کنی یک بار کنه اینا 6 تروبه او اینا خیلی میگذره این تروبه آب یا اینا میو 6 تروبه آب کجا میرن این آبو این آب اینا نمیره یعنی اینا میشه تقسیم میکنه آب بعد این نماینده شرکت گفتن چیکار میکنه وقتی که این آب رو اگر بگیرن اینو ساختمان کنن کجا میکنن ما مثال اینا با اینا ای آدمای زندگی میکرده که اونجا کانالیزاسیون تروبه اخلاق میره و برادر اینا میآید در تروبه ما خوش میشوه دو تا اینا با تروبه گازی که آبش میگذره اینا تروبه گاز اون بریدگی است ها بریدن تروبه رو اینا استویکا کردگی اینا بریدن این تروبه گاز ها اینا می ساختمانچی ها بریدن اینا تروبه گاز گرفتن اینجا استویکا کردن اینا تروبه گاز همینجا است پشت ایستادگی ولی ببینین چه جناب با اینجا کی میخواد نظر اندش شما چند سال زندگی میکنید چه جناب ما در اینجا 16 سال شد ما در حوالی زندگی میکنیم آخری کوچه شاهین 39 همین کوچه را آخر این خونه ما شما در دست کی پلاشاتکتون نیست که شما در چه پرابلم میشه ما را آخر رحمه گرفته ما آدم کنی رای شما اینا دروازش محکمه برادر ماشین گذاشته بعد او چند خانه به رحم مونده است دو خانه رای شما کدام تا شوا میگن نماینده شرکت اونا با پشت ارمو زبور با پشت ارمو زبور معیوب گروه سیوم اینه پس وای چی میاد یاری تاجیلی میاد وای چی خیلی میبیا خونی ما همه عریضه تون کنی یا چه جون کنی بر این عریضه با کجا مراجعت کرد شما رئیس شهر یک لحظه این عریضه برای رئیس شهر است همین من نرفتم نکه جواب عریضه تون چی اومد حاضر جواب ندادین حاضر جواب رئیس محله در کجا است رئیس محله در کار اون چی میگه رئیس محله چی میگه رئیس محله طرفدار که چیزای شرکت ساختمانی او چه جناب بعد اینا چند روز شد این بنا محکمه اطراف جای میدانچه کودکا کجا بازی کردیسیا چی نه حاضر میرم اوش ماشین میزنه اوش میزنه ماشین رای ماشین در نزدیکه نه اوخی من دیدستم که این همینجا اگر بینای ساختمانی هم شود لیکن دست کی پلاشات کم خالی است که هیچ چیز نیست من همینجا خالی است هیچ چیز نیست اگه اونجای بازی کردن نیست برای کودکو خیلی که باید که کلان که همینجا یا دست کی پلاشات کم ساختن ما خرسان میشه ولی میدانی پرتابگاهتون هم میگیرن اومدن دین اومدن پرل اومدن یک هفته شد اومدن ولی یک دقیقه پرتابگاهتون که بگیرن کجا میبرین پرتابتون جو نداریم یک اونجا جو نداریم ما را دو یشیک آورده موندن در اینجا ما همون دو یشیک ده ترید میشید یک ماه بعد می اومدن خالی میکردن ما خودمون شهروندا همین پول جمع کردیم همین خجارا کردیم با همین مای دستمون گرفتیم میگم میبریم در تای تریزاتون میمونیم تای تریزا پیش خونه همین دکجا روز میاد که مسلمونا بیان در تای تریزمون منعقد چند بینو اینجا به جای پرتابگاه میشه اگر اینجا پرتابگاه هم بگیرن اینجا اگر حساب کنی اینجا خیلی رای اصلا که رای پا تو اینای دومو ایسن با اینای دومی نو ساختگی ایسن اینای دومو همش انا میجدم یاران میپرتوان به جای پرتابگاه میشن اگر بگیر پرتابگاه
این راه ماشین اگر این ایت میآید این ای رای ماشین بوده میورن میپرتن دروازه میگن محکم میکنن دروازه اوس محکم اینجا ساختمان رای پرتوگاه محکم میشه اونجا دیگه آدم خانه نمیشه این زنی میشه اینجا دو شرکت ساختمانی کار کرد سه تا کار کرد سه تا این یاتش ایجاده خب یاتش این جای مسترکای نمیخله آها یاتش این ای پرای این ای پشت چی است اینا میگیره این چی است این مچی تای این مچی داوری سایز توی تعزیه یا مرده و زنده بود جای جمعیتی است این جای جمعیتی ما یک مرگ مرده داریم همین جنازمون در همین جمع میشوه ما داریم که باید توی تعزیه داریم در همین جمع میشه ما هیچ جا نداریم این هم گرفتن این سوم شرکت ساخت این دو شرکت دیگرش راهبراش کی است کی گوهر خوجای و دیگریش جایی که پرتو میگیرن بعد عجیب است که دین یک بانو که شما صحبت میکرد ویدیو و نماینده کدوم شرکت بود از گوهر بوده و کتی بینای 4 مشکل داره شما ساکن بینای 4 این ولی یک دقیقه نوشم بعد در مسئله پرتوتون چی گفت همون گوهر جورایوا همون اپای گوهر قرار ساختمانش شما دادم نشان داد از طرف حکومت شهر چی با من دیدم که در ویدیو گپ زده ثبوت که همراه شما دیدم ویدیو گپ زده قطعی زنکای ما با تو آدم چی گپ میزنه میگه که همه گپ زدن گره هیچ کس هیچ کار کردن نمیده دینم اینا هر یک حدیث صاحبای خانه دو ماشینی اینا یا سه ماشین اونا ماشین اجاش نرجمده ماشین پجر با کجا بگذارن ماشین یاری تجلی با کجا بگذارن پیشتر که جا محکم نبود همجا یردم میکرد میگذاشتن میومدن با ماشین اسکاری با ایت میگذاشت میومد با ایست میومد میگذاشت حاضر با کجا بگذارن آپا جان اگر همین میدانچه کودکانه شما باز شوه در میان همین خبینه‌ها یگان صاحبکاری هست که همینجا جای میدانچه کودکانه کنه میدانچه کودکانه برای بازی کنند صاحبکارا هستن هست هم خیلی با فکرم این همسایه خوجانیش گفت که ما برای کودکا بحر سواوی گردی سواوی سر فرزندام ما میکنم детский площадка میکنم детский площадка میکنم گفت نه که دام زورم نمیرسه نه اخی اینجا باید بینو نشه برای که شما بحث نمی است که اینجا باید بینو نشه اینجا میدانچه کودکانه بمونه این خطون دودار این خطون خلاصه برای ما در سین اتاج میشینم اونا کراوات ما 42 سال شد تابستان ما در بیرون خمیرم 42 سال شد ما در بیرون تا کراوات موندگی ما خمیرم در کجا برام خورم همینو این گروپ یکم بوده در کدام بینو زندگی میکنه اینا دوم شش خب ولی میتونه شرکت ساختمانی بگید که خرج جای شش تا همینجا یک افتاب است یگان جای میشتگی نداشت کو پیشتر درخت داشتین استخامتی چند 3 سال 4 سال دوام میکنه ولی یک لحظه درخت داشتین اون درخت ما برید در اونجا مونده اون بیو برین کندوی درخت ما چند درختونه برید قریب 20 درخت ما در همین جا بود این همینجا نه ای 20 درخت زیاد بود ايام مرا برید قریب اون درخت‌ها را شما شنونده بودید لیش نمر نیول شیاسمو 20 یاسمو 50 ای نوروزی پرازنیک عید نوروزی شدن ما خریدم آوردم شینوندم میوهش تا حاضر خوردم انا کو بعد که درختای میوه دهنده را برید یگان اجازه نامه بریدن درخت‌ها را به شما نشون داد اکولوژی باید اجازه نامه بگیره نه شما به خبر برید نه اومد گفت که ها اینا ما قرار زمین ما اینا میجا زمین میسازم درخت‌ها تا میبرم هزمو تمه بگی ما همینجا خونه میسازم اجازه نامه بریدن درخت‌ها را نشون نداد نه هیچ نشون ندادن اگر که در این جایی که ایستاده بینای ساختمانی شما چی را دست میتین جای موسرا جای میدانچه مونه جای موسرتون ها این دگدان خونه تون چی میشه با من نمیدونم دگدان خونه چی میشه ما در کجا پرتوگاهمون میفریم پرتوگاه و جای نانپزیتون هم از بین میره و جای میدانچه بازی کودکمون نیستن این ساختمانی که رفته است که جای پیشتر جای فوتبال بوده اینجا بچه‌ها فوتبال میکردن جای بازی بچه‌ها بود ولی از روزی که این شرکت سرکت ساختمان شد چی پروبلم شد میگین فقط پروبلم همین قیمت سوید من هر روز داشت میزنه سوید نیست ایروی چی ایروی بسیار بودنش وقتی ایجاد با این در ساختمان کردن مودا نیست او کانالیزاسیون همش در همین یک دوره کی کانالیزاسیون بود همه آبش در همین یک کانالیزاسیون جو کردگی مو کانالیزاسیون پر میشه و یک متر جای خونه میرویا ما خودمون سوم جا میکنیم هم با فایرود میکنیم چی میان توزا میکنن الان خیلی پروبلمو بسیار سلامت باشید خب اینو کیان اومدن نوزه درود به شما خوب هستین سلامت بخشش دستم بنده یک بار
نه پیش دوربین گپ زنیم با اجازه شما پیش دوربین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. با اجازه پیش دوربین گپ زنیم بخشش. نه میتونم شناسم من خودم معرفی میکنم. شما خودتون معرفی بکشید. مایلش یک لحظه نه پیش دوربین صحبت میکنیم با اجازه. نه این اولی مونه برای خطی گپ میزنیم یعنی ما کی نه من نمیتونم کشتا با اجازه میخوام یک بار پیش کامera صحبت کنیم بخشش با اجازه. برای که روزنامه‌نگار به کامera دیگه روزنامه‌نگار نیست با اجازه. آقا تو صحبت پرسه. بله. خوب گوش میکنم نباشم. اولی بکشید. من نمیدونم کی اصلا خودشون معرفی نکردم با اجازه. پیشان همین ساکینا جواب دادن که من همینو دعوا دارن که نقطه پرتوگاه میدانچه کودکانه بازی و جای جمعیتی ما 3 شرکت ساختمانی میگیرد ساختمان میکنند. مرا جواب دادن همینا با. گوش کنید یه دقیقه بسی. پیش کامera فقط خواهش میکنم من به طرف پیش شرکت ساختمانی مرحمت گپ زنه من همون شغل. مادر جانو دو شرکت ساختمانی نامی صاحبکاراش گرفته بوده. ده بار بیاین. کی صاحبکار نامش گپ زنه؟ اپا جان بیاین یک بار اینجا خواهش میکنم. گرفتیان همونجا را مود نشون که کجا را گرفتیان؟ کدام شرکت ساختمانی جای میدانچه کودکانه شما را گرفت؟ نامش چی بود؟ کامرانی وایسیدین. کامرانی وایسیدین رئیس شرکت ساختمانی بود است. خلاص اون مادر یک دقیقه اونجا را نشون میتیم. اون همونجا را گرفتگی است. دویم نفر وای مادر چی نام داشت؟ گوش کنید. آفا یاد بخشش آرام بود. همین روز شنبه شما مراجعه رئیس شهر اومده بود. هم خیلی بود. رئیس شهر سپارش دادن این مسئله را. هم خیلی بود. مسئله تو در بررسی هم خیلی هست. ولی شما جوابی ما را نگرفته یک بازی گوش کنید. بازی بر بررسی ولی جواب نگرفته. یکمش. دویمش این که بازی شما از روی معیار قاعده ساختمانی خلاصه ندارین که همین جا کجا را گرفتن چه خیلی گرفتن پورا حالی معلومات هم ندارین. خودتون متخصص همین سوال هستین؟ نه. حالا که گوش کنید خولا جان. شما اول یه بار خلاصه ما را بگیرین. اگر قانع نکرد خلاصه ما شما دا و شما میتونید مراجعه کنید. شهروندای همین یک قسمش اومده بودن نزدیک ما قبولشون کردم. کی بودن همونجا یک 5 6 تا در هم خیبود حکومت اومده ما قبولتون کردم. مسئله را ما فهمونده بودم. ما صاحبکار در نزد شما عهده‌دار کردم که همه حقوق منفعت‌های شما را حمایت میکنه در صورتی که همون گفتگی ما را اجرا نمیکنه ساختمون را سر نمیکنه. خیلی بود. وای میگه شما ما را هیچ کار کردن نمیتونید چیکار کارا میکنه. وای گوش کنید آقا یه دقیقه بیس آقا. وای ساختمون چی گفتن میگیره اینجا حکومت است اینجا مقامات است. صلاحیت در عهده ما در مقامات است. ما اگر اجازت ندیم از ساختمون رو سر کردن نمیتونم پجون. این ساختمون وقتی که گوش کنید. انا که گوش کنید. کانالیزاسیون محکمش آیاتی هم میروید. این مسئلهاتونو برای چی ما نزدیک ما نیامدیم مراجعت نکردیم؟ برای چی ساختمون چی کانالیزاسیونش رو وایران کردن؟ آقا جان برای چی نگفته کانالیزاسیونو وایران کرده؟ برای چی نگفته دیگه ما مراجعت نکردیم این مسئله؟ با شما صاحبکار مراجعت نکردید شما نزدیک ما بیایید. ما چرا میاندیشیم نسبت صاحبکار؟ من با اجازه دو سوال تیم بخشش با اجازه بخشش در اساس قرار مراجعه شهروندان با مقامات محل در چند روز شما باید جواب بگردونید؟ هر یک وجود یک مهلت بررسی داره. هفته گذشته همین خالم اومده بودن نزد ما در قبول رئیس شهر ما بررسی کردیم. عریضه کردیم مراجعت کرده بودن. ورقه شخصی مراجعتی شفایی. اینجا عریضه دارن دستشون یک عریضه مراجعت برای عریضه‌شون حالی ما نگرفتیم. عریضه‌شون ما نگرفتیم. بیارن بخشش. عریضه‌شون حالی ما نگرفتیم که ورقه قدیم و یورا مراجعتشون قبول کردن. قبول شدگی نیست رئیس. یا قبول شدگی نیست عریضه‌اش. چه یو عریضه دارن؟ ولی نه وای کردن. این دوپلیکات نسخه شای. این نسخه شا. شما پیشنهاد کرده بودید اینا؟ گوش کنید اپاجون وقتی که حالا یک دقیقه وقتی شما مراجعت میکنید میسپرین جدا از شعبه عمومی واسه میگیرین رقم رجیستراسیونشون. برادر جان نهم مارت یک ماه گذشته سالکه برای چی جواب نمیدید؟ این حالی ما میبینیم میگه که با قید گرفتگی را این مسئله دا کی بردگی خمیرا بیا بگه که من سپوریدم بیا بگه خیلی گپی هوایی نزنه نپا فهمو برادر جان بخشش دویم سوال شما گفتید که گپ اخیر حکومت میزند برای ساختمان همین شرکت 3 شرکت ساختمانی که اینجا بنا میسازد قرار دارد از طرف حکومت شهر وحدت قرار ساختمان این مسئله رو ما حجت وقتی در کابینه جواب میتونیم هست حتما قرار رو هم چیزی هست مسئله وقتی حجت و دیگه‌اش وقتی ما در اتاق کاریم همش حجتش با اجازه میتونم شناسیم که ما با کی گپ زدیم بخشش میتونیم اینا بکشول نه پیش کامera دیگه پیش همین مردم شناس شد که مردم کی کتی گپ مردم مرا میشناسن مردم چند بار پیش برای بیننده‌های ما خوش میکنیم برای بیننده‌های ما شناسیم همش میدونن این مردم ما خطی وا خورده بودیم
назди ма 3-4 рӯз пеш ки буд омада буд 4-5 нафар не диказ не 5-6 нафар ина ана намояндатонам будад ҳамҷода будад ҳамун баъди шумо гап заде ки бо зоира уҳдадор карде ки назгаратага ва омад бо буд ки омад сиёмка қатӣ ки ҳама мардум то боло ҳама хест кароши ма мусуртонаме ҷои мус намегирем бо девор иҷара мегирем ҳамин масъала қатӣ вақте ки гуфтанд ки мардум нисбати ҳамин даъво карда дина ҳамн соҳибкоре ки назди шумо омадаги ҳамро бо ма алоҳида қабул кардам бо ма фаҳмондимш ки то лаҳзае ки бино та ҷоша муайян намекунӣ шаҳрвандоро мо дар маҳал намефаҳмонем мувофиқа намекунем вобаста ба ано майдончашону дигару дигаршон ту сохтмона сар намекунӣ соҳибкоро ман хел дина дастур додагим вай ягон ҳуҷҷате ки мисол то иҷозат сохтмон нареки надошана барои ин бояд шумо мода муроҷиат мекарда ки анам мо нисбати моро хел ноэҳтиромӣ раиси маҳалла гуфтум ки пагар биё бирем икромзодара зоидзодара қади ҳамин соҳибкор биёрем пеши халқ да мо ҳуҷҷат дорем ана барои ин мехоҳад гӯш кунед барое ки ман маҳал биём манам соҳибкора гуфтум ки ҳуҷҷатота пурра миёрӣ ҳамаша ва ман мерам дар маҳал мардум хати вомехӯрм вақте ки ҳуҷҷат надорӣ ман мардума на безобита мекунам на мерам хати мардум вомехӯрм ҳуҷҷата биёр пурра гӯш кунед апа ҳуҷҷати кард ҳуҷҷат мутахассис аст дар доираи меъёру қоидаҳои сохтмонӣ нигоҳ мекунад ай пеш худаш ҳуҷҷат намекунад хонатон дар куҷа оли адақа бехон анамиҷа ки боша гӯш кунед масъалаи партовготонам будананами одам буда ман ҳама супоришҳоро соҳибкора додагим то анаму ӯҳдадориша иҷро намекунам вай шуморо ҷои партов ҷои шуморо чақа намерасад гӯш кунед мара вақте ки лоиҳа мешавад аввалш ки ин биноҳо худаш ҳамаш биноҳои бартарафшавандаанд дар оянда ин биноҳо ҳамаш бартараф мешавад ҳамаи айрӯи нақшаи генералӣ мешавад ин якум ҷиҳати масъала дуюм ҷиҳати масъала вақте ки лоиҳа мекунам барои иҷозат сохтмон гирифтан ва ай экспертиза мегзаронад ай ташхис вақте ки гузарон ва ҳатман то ӯ дар ташхис гузаштан дар майдончаи бозии кӯдакону дигару дигар набоша вай лоиҳаи ӯ намегзарад вақте ки лоиҳааш нагзашт мо иҷозати сохтмон шумо дар бораи як ширкати сохтмонӣ гап задем ва ҷо ки ду ширкати сохтмонии дигаре ҳаст бу якеш ҷои ҷамъиятиро мегирад якеш ҷои партовгоҳа мегирад кадом ширкати сохтмонӣ вай занак чӣ ном дошт ҷои партовгоҳа мегирад ина гап зад гавҳар хоҷаева ки аст ин аз номи ширкат гап задеста буд ман ҳама чиро дора фаҳмонам дигар савол дар ҷавоб намесам агар савол дошта бошам марамат накунед гавҳар хоҷаева ки аст шумо аризаро супорида будем ча ҷо аризаро ҳукумат ба куҷода супорида буде чун 9 март қабулгоҳ ё ки шӯъбаи умумӣ қати муаллима рафтем мастура қати мастура дуромад супорид мо ма барои ҷавобиш рафтем ки ӯ архитектор гуфт ки оли апашка надидем мо уҷа қарор надора омадем дурӯз пасш ба тунукора задан агар не раисам бечора гуфт ки қарор надора ҳозир раиси нав ё раиси пешин раиси нав раиси ки кадом раис буд бечорам раиси калон уҷа қарор надора гуфт небидем небигоем раиси шаҳр хел ҷавоб надода ман дар қабул будам шумо вақте масъалаи сохтмона бардоште раис шумо хеле вай накард гапи дурӯғ назанед апаҷон маълиш барое ки вай намояндаи президент дар шаҳрай ҳеҷ вақт гапа нодониставу дурӯғ намезанад охир мега раис гуфт ки уҷа қарор надора раис супориш дод мора гуфт ки мераванд дар маҳал месанҷанд дар доираи меъёр шумода ҷавобшан мегарданд нагуфт ки уҷа ҳуҷҷат надора ягон гапи зиёдтӣ задагӣ нестанд дурӯғ намед маълиш ҳамин қадар ҷода мешавад номсохта апаҷон барои ми гӯш кинед як дақиқа бесед як дақиқа гӯш кинед барои ми биёед ман меъёр қати ҳамаша шуморо фаҳмонам ҳамаша меъёр қати чӣ дар куҷо ҷо мегирам ҳамаша фаҳмонам ҳамун рӯз ки пеши ма омада буд ай шумо чанд нафартон инҷо омада буд ҳамин охирон чиз мепурсам пеши шаҳрвандода ҳамун ҷавоби шумо кай мешавад ба шаҳрвандо чанд рӯз интизор шаванд ҷавоби ниҳоии шумо ҷавоби кадом масъала ҷавоби ниҳоие ки мардум ошно шавад ки ҳаминҷа сохтмон мешавад ва чӣ мешавад ҳамаша шинос шавад вақте ки агар соҳибкор қарори раиси шаҳр дошта бошад албатта ки дар доираи меъёру қоидаҳои сохтмонӣ месозад лекин бо ба назар дошти ба инобат гирифтани анами
инфраструктури анами маҳал. ҳамин ҷавоби ниҳоии шумо кай ба мардум мешавад? Чанд рӯз интизор шудан тақрибан? варақае ки мо аз шаҳрвандо қабул кардем оли ҳамагӣ нав 2-3 рӯз шуд мо дар баррасия. اون عریضه‌ای که یک ماه پیش دادگان اون قصاب نیست؟ او عریضه نداده بودن یا ورقه خطی رفتن مراجعت کرده بودن علاقه این مسئله دمو جواب گرداندگی میدادن. اونم جای جمعیتی که اول مسجد بود جای جمعیتی شد. جمعیتی ای 2015 در جای جمعیتی شما چی معرکه ها میگذروندین؟ مرگ مرده جای همسایه ولی همون هم میگیرن. بعد در کجا میشه جای جمعیتی شما؟ هیچ جا میگردیم. آها. جانور میگیرن در پردیس ممکن مردم در پردیس جنازه کنیم. همین خیلی شود دیگه. برای نمی‌شود. ما شام رو عرضه کردیم. خیلی جدول چی نمی هم او دانی که در خونه اینجا برون برای جمعش میتونه. اینا بیتون کنیم خونه که همین او درون نرود. و عرضه دادیم یکو. یاد بیست. اینجا شما یک شناسنامه تکنیکی دارین. این شناسنامه تکنیکی حجتی حقوق معین کننده ساختمان نمیشه. این فقط برای با قیدگیری است. فهمیدی اکا؟ این یکم جهتی مسئله. دیگه جهتی مسئله اگر قانونی بگیریم تخپاس بود این حجتی با قیدگیری است. همین کجایی که انشاءاتش وقتی مراجعت میکنیم با قید بگیرنش. قرار رئیس شهر ندیدم میتونم حجتی هم. به قرار رئیس شهر میتونم. با قیدگیری میتونه. هم نمود مالکیت به وای به قرار میتوند بگیره. وای وقتی مراجعت کرد. پس این جای جمعیتی هم برطرف میشه. کجا میشه جای جمعیتی شو؟ در معماری معاصر جای جمعیتی بینایی که همچون جای جمعیتی در نقشه گنرال پیش بینی کرده نمیشه. لیکن ما همین جای جمعیتی که حاضر موجود است با خاطر رسم و آیینی که مردمی مقصد همچون کلوب جمعیتی یک جای گذراندن گوخری و دیگرشون حالی ما یار هم خیلی موقتا اجازه دادیم. یکم خیلی حجتی تصدیق کننده که همچون مالکیت ندارن یا نسبت همین جای جمعیتشون. این چی است؟ همون قرار میگفتگی میاد دفتر موین همین همش میاد. این آیین‌نامه انمی گوش کنین. مقامات خودفعالیت محلی هست انمی را آیین‌نامه شایعه. این حجت یعنی وای تو نیست. مالش هر یک حجت را میگیرین. چی عریضه بود؟ این عریضه بالای بینو را کردم پیش. دیگه هم خمون دول مردم هم دکتر همین عریضه یک برام بخشش همین عریضه را ببینم که چه جواب اومد به شما. این عریضه در بینایی که این نول هم دکتر نداریم. کدام وقت نوشته شده است بخشش؟ برای این عبودانی و چیزی همین. مراجعت کردیم عریضه‌ای که در اینجا رجیستراسیون شدگی نیست میگم ما بردیم سپاریدیم ما گپای به اساس نزنید مال بیار همون رجیستراسیون کردگیش بیاره شما ما ببینم اگر جواب نگردانیده باشه من نسبت متخصص چاره بینیم مالش همین دو مسئله این ارزو برای همین دو مالش اکاجان گوش کنید گوش کنید همین مسئله قطعی مراجعت کرده بودین ما فهمیدیم که همه همین بینایی که کنایی که از دوران یا برطرف شونده ما صاحبکارا را به نوبت دریافت کرده به نوبت برطرف ساختیم. همین خیلی است. او جامعه که ما برای شلوار دید ما پیروز پوش اینه دومای نواب همین جا میارن. با ما خوش نمیاد که هفته سی هفته بعد ایپای جوش میکنن روزا میکنن. ما میبینیم اپا طرف میکنیم. شما برای چی حکومت نمیبیه یک بار؟ ما عریضه ما را دادگی. ما میریم همه قصه رفتیم نموندم بود روی برای اینو برای اوش نگاه رفتیم. نه نمیمونن نمیمونن. ما روز سه شنبه شنبه خانم خدا شنبه ما پنجه دادیم.
از روی حقیقت گپ زنید. در نزد شما ما صاحبکار چه عهده‌دار کردیم؟ هم خیلی بود. شما راضی بودین هم عهده‌داری دادن؟ نه از یاد هم خیلی بود. همون در دایره که شما پیشنهاد کرده در دایره هوای ما عهده‌دار کردیم که چیزا را عهده‌داری میگیره، تامین میکنه. هم خیلی بود. متخصص من خودم روان کردم. هم خیلی بود. خیلی بفهمونین مردم تو نافی. ولی لحظه نوبت کتی گفتم. همون زنک فیروز کردیم. ما قدیم وای کردیم. ما گفتم که ما جای منای هم قدر پلاشات که داریم جای تندرخانه است. مثلا سویت میوری هست یک نون پان میکنیم که جدا میبریم گوداکو گوش نمیشه. انا برای همین اپاجو ما در پیشتون گفتم که پیشنهاد شما رو ما قبول کردم. متخصص سوال دو نه عهده‌دار کردم که در عهده‌داری صاحبکار هم معنی طلبات را بنویسه. هم خیلی بود. صاحبکار متخصصی ما نویسندگی ای. وقتی که صاحبکار حجتاش پورا پیشنهاد کنه عهده‌داریش امضاش میگیرن بعد و اجازه ساختمان میتن. حالا وقتی ساختمان نمیکنه خیلی اینجا یکم چی به صاحب نیست خیلی به نظارت هم نیست. وای فقط همین صاحبکار گفت که من از روی سرتیفیکات برام در محل سرحد زمین ما معین کنم. ما گفتم اینا مرحمت حکومت زمین متخصص بگی برا معین که سرحد همون فقط همین چیزا ما گفتیم برا محل. اما مسئله ساختمون سر کردن ما اجازه دادگی نیستیم. گفتیم ما اونجا در تندرخانه هست. محکم کردن پوش لاتو که عمل ایدا بی سایوز ایلاتو. گفتم ایلا بی لاتو گوش کی اپا همون مراجعت کنه همون مراجعت کردگی این کو در قبول رئیس شهر نه اپام رفت. ما خطی جواب میگردونیم. اگر جواب ما شما را قانع نکرد ما جواب مقامات عبوری نظارت کننده اما مقامات عبوری ما نظارت کننده میبینه که اگر جواب ما در دایره قانون نباشه بخوام ما در نسبت ما چورا میبینه. انا دو در یک تا گپی دیگر شما گفتید همه جای گرفتگیش گیره ای پشت آشخانه گیره این زنک اومد با این زد پلاشات کرده محکم کرده است. اپا جان ما شما را فهمیدیم امروز که بینو میشود در یک جا گرد اطرافش میشه عبودانی. ما هم شما را فهمیدیم که در دوام ساختمان رفتن صاحبکار یا که ساختمانچی عهده‌دار که منطقه محافظتی خطی اما ساختمانش محکم کنه به خاطر بخطری اکا شکایت دیگه داریم چی فقط آرام گپ زنید خواهش میکنم. آرام و معکر دارم. الده هزار نه همون دومی ما دکمه نداره. همون بینایی که 4 آشیانه 5 آشیانه. شما همونجا زندگی میکنید؟ چند آشیانه زندگی میکنید؟ 3 آشیانه. خونتون یگان حجت نداره؟ یگان تمام حجت نداره. یگان کدوم صاحبکار ساخته بود باید؟ شما از کی خریدین؟ شرطنامه خرید فروش با کی شد؟ سفربک. بعد از وای نپرسیدین حجت را؟ اونا برای شما با شرط شواگو همون تقدی نیستن او چی؟ چند نفر در همون 50 شونه به حجت است؟ 72 خانه به حجت است. نماینده حکومت اینجا بودن شما اگه در نزد حکومت بودن پرسیدین؟ 4 بار شکایت کردیم گفتیم حاضر هم نیست چورا شبینه. به واسطه قبول رئیس شهر دادین؟ نه رئیس شهر اجازه داده حالا هم نیست چورا شبینه. به حجت شما. شما همه سوال در جواب دین که انا می کانالیزاسیا ها چند خط کانالیزاسیا که از سایز موندگی است. باور همه فکرس ما بیزار شدیم هر روز اونجا میکنیم کانالیزاسیا میزنیم. ایا که میرویم. این بچه مثلا امور مراجعه نکردیم. هدیه زود انا میخوام. مشکلی اپا. مسئله ایورا بیورا کانالیزاسیا در اینجا بکنن رنگینی دو میکنن سیاسی میکنن وارد داموزادن با هم شونه نه شوا در این چه باز مثلا یعنی حوضی نمی‌خواد من مثلا برکه شبکه بعد خاصی میکنیم سنجش میشه اگر همین ایسا شما باشه میبرم ا کانالیزاسیا روی حلش چی میشه بعد کانالیزاسیا وای باشه کورزی باشه تازه دقیقه گوش کنید چی میشه تو نه بدن اختام بودن که از زمان شوروی ساختگی البته که از زمان شوروی ساختگی و اقتدارش با اقتدار امروزه خرید که همین نزدیک اومده است به همین خاطر بعضی سوال دادن مشکل نفر این در توازن شهری وحدت نیست این در توازن کارخانه وجود دولتی خودی مجلس عملی است ما با مکتوب مراجعت کردیم و یا تشکیلات لایحه‌کشی هم مراجعت کردیم برای از نوسازی کردن
یک کانالیزاسیون شما نه بلکه پورا شهری وحدت افدو فهمیدید ما در فکر این مسئله هستیم. بیننده عزیز، شما چگونه که دیدید نماینده های مقامات اجرایی حکومت محلی شهر وحدت آنجا حضور آوردند. فقط یک نفرشون خودشون معرفی کردن که معاون رئیس شهر وحدت به کارهای ساختمانی بود و من دیدم که اونجا باز نماینده های دیگری مقامات و اداره ها از حکومت دولتی شهر وحدت حضور داشتن، فقط خودشون معرفی نکردن. یعنی من در اینجا راضی هستم و در نزد خودم قناعت پیشم که یعنی با حضور من در این محله خراسان شهر وحدت نماینده مقامات بعد از 10-15 دقیقه حضور آوردن و به واسطه با ساکنای محل در گفت و شنود شدن و تا جای بسازش آمدن. این واقعا پیام خوش است برای من و درود میگم به همه برادرها هموطنایی که در مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی و در دیگر نهادهای مربوطه دولتی کار میکنیم. همیشه سخن پرزیدنت کشور که کارمند حکومت، کارمند دولت این برای خلق است. اگر خلق عادی نباشد پس شما برای کی خدمت میکنید؟ اینا فراموش نکنیم، چون همون کارمند حکومت نمیدونم اون رئیس است، معاون است یا هر کارمند دیگر حتما از میان خلق است، از یک پلنت دیگر آمدگی نیست. حتما همین درد به آبی، به برقی، به راهی یا به میدانچه ورزش، به پرتابگاهی را در یک محله دیگر خودش هم شاید به نوع دیگر داشته باشد و به همین خاطر من خرسند شدم که یعنی نماینده‌های مقامات محلی شهر وحدت زود در جای حادثه حاضر شدند و با ساکنای محل در گفت و شنود شدند و با یک خلاصه تا جای رسیدند. ما از ساکنای این منطقه بودم انتظار پیام هستیم. اگر در صورت ناراضی نشدن، چگونه که خود معاون شهر وحدت به ساکنان گفت، میتوانیم بعدا عریضه ها به مقامات بالاتر نظارتی مراجعت کنید با عریضه. اگر عریضه جوابی که از طرف مقامات محلی شهر وحدت پیشنهاد شد، اگر ساکنان محله خراسان شهر وحدت قانع نکند بیناهایی که در کوچه خراسان است، من بسیار میخواهم که حق به حقدار برسد. البته برادرایی که در شرکت‌های ساختمانی کار میکنین، نقطه‌هایی را انتخاب کنید که برای خودتان موافق باشد و به مردم جبر نشود و مردم از بالای شرکت‌های شما درد و دعوا نکنند. امیدوارم که ساکنان این محله صاحب میدانچه بازی برای کودکان، جای پرتابگاه، کانالیزاسیشون بحثش حل میشد، بیناهای به حجت، صاحبای به حجت، صاحب خانه‌های به حجت صاحب حجت میشن، جای جمعیتی که اول مسجد بود جای جمعیتی در جای دیگر برقرار میشد که در جای اولش میماند. خدا کند که شرکت‌های ساختمانی هم کارهای ساختمانیشون با مرام ادامه دهند ولی بی ضرر به مردم عادی. بازم درود به کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت که به جای حادثه حاضر شدند و با مردم در گفت و شنید. یگان داد و واویلای زیادتی نه، یگان سر و صدای زیادتی نه، هم تو با مردم در صحبت بودم و این برای من بسیار خوشایند کننده بود. خب امیدوارم که نفرایی که میخواین در کشورهای اروپایی ویزای کاری بگیرین با شرکت آینده درخشان در ترکیه مراجعت میکنید و برای شما ویزای کاری تامین میکنن نمایندگان شرکت از ترکیه ایستاده برای کشورهای اروپایی و در ترکیه تو گرفتن ویزای کاری برای شما جای اقامت پیدا میکنن و جای کاری نیز پیدا میکنن یک مدت معین. چه خدمت رسانی ها است، چه شرط و شرایط، من سراغشون در جای اپیسن یعنی شرح بیشتر میگذارم، آنجا مراجعت کنید، حتما بچه‌ها برای شما خدمت میرسونن. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر.